باب پنجم درباره اعتکاف که در اعتکاف یک چند مسئله های است. المسألة الأولى مسئله اول تعریف الاعتکاف و حکمه. مسئله اول تعریف اعتکاف و حکم اعتکاف. اولا تعریف اعتکاف. اعتکاف در لغت به معنای لازم شدن یا که لازم دانستن، لازم دانستن خود را به چیز می باشد یا که بازداشتن نفس خود. اما در شریعت باشد فی شرعی لزوم المسلم الممیز مسجدا لطاعت الله عز وجل. می فرماید در شریعت اعتکاف این است که مسلمانی ممیز، شخصی که جدا کننده است، فرق کننده است، خود را در مسجد برای اطاعت الله عز وجل نگاه دارد، یعنی که در مسجد اعتکاف بنشیند. و حکم اعتکاف چی است؟ چی حکم دارد؟ اعتکاف سنت است و یکی از وسیله های نزدیک شدن به پروردگار جهانیان است و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. الله در این سوره مبارکه آیت سوره بقره آیت 125 می‌فرماید که خانه من را برای طواف کنندگان و اعتکاف نشستگان، اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک نگاه دارید و پاک نماید. در اینجا نقطه اعتکاف رو ذکر نمود. و نیز الله می‌فرماید ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. و با زنان خود همبستری نکنید، آمیزش نکنید در حالی که شما در مسجدها از برای اعتکاف نشسته اید قرار دارید. سوره بقره آیه 187. و همچنین از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمودند ان نبی صلی الله علیه و سلم، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اینکه پیامبر 10 روز آخری از ماه رمضان اعتکاف می‌نمود، اعتکاف می‌نشست حتی توفاه الله، حتی اینکه الله جان وی را قبض کرد. روایت بخاری تحت رقم 2020 و مسلم تحت رقم 1172. پس شخص مسلمان بر جایز بودن یا که مشروعیت و سنت بودن اعتکاف تمام مسلمانان اعتقاد دارند و اتفاق دارند و این امر واجب نیست بلکه سنت مؤکد است، مگر آنکه اگر این را بر خود واجب قرار بدهد، مثل نظر کردن که من اعتکاف می‌نشینم. مسئله نظر در وقتش ان شاء الله که خواهد آمد. پس سنت است که انسان در دهه آخری از ماه رمضان اعتکاف بنشیند و این با اتفاق علما هاست و این دلایل قرآن و سنت و اجماع بر این ثابت شده است. المسألة الثانية مسئله دوم شروط الاعتکاف، شرط های نشستن اعتکاف. اعتکاف چگونه که بیان کردم یک عبادت است که انسان توسط این با پروردگارش نزدیک می‌گردد و با خود شرط‌های دارد و بدون این شرط‌ها یا اینکه با رعایت نکردن این شرط‌ها اعتکاف انسان صحیح و درست نمی‌گردد. اولا اعتکاف کننده باید مسلمان عاقل باشد، از شخص کافر پذیرفته نمی‌شود یا از شخص دیوانه یا که کودکی که غیر ممیز است درست نیست. اما اگر کسی که به بلاغت رسیده باشد برای جایز است و مرد بودن شرط نیست. پس اعتکاف از کودکان ممیز هستند، یعنی که الکی که با عقل و باهوش هستند و از زنان نیز درست میگردد. دوم نیت که محل آن قلب است. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الاعمال بالنیات، هر آینه به درستی که تمام عملها با نیت آن واسطگی دارد. روایت بخاری تحت رقم حدیث اول و مسلم تحت رقم 1907. اعتکاف کننده باید نیت اعتکاف را بنماید برای نزدیک شدن با پروردگار عظیم الشان با این عبادت عظیم در مسجدهای الله سبحانه و تعالی، در مساجد الله. پس اعتکاف شرط سوم باید در مسجد باشد. دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که فرمود و انتم عاکفون فی المساجد، گفتن که و شما در مسجدها اعتکاف کنید. سوره بقره آیه 187. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه در مسجد اعتکاف می نشستند و از رسول الله حدیث هیچ چیزی روایت نشده است که در غیر مسجد اعتکاف نشسته باشد. و شرط چهارم مسجدی که در آن اعتکاف نشسته میشد باید نماز جماعت در آنجا خوانده شود. بارک الله فیکم. این هم شرط مهم است که اعتکاف باید در مسجدهای جامع، مسجدهایی که در آنجا نماز جماعت خواندن می شود باید برگزار بگردد، چون هنگامی که نمازهای فریضه قرار میگیرد در آنجا نمازهای فریضه با جماعت ادا شود، چون نماز جماعت واجب است. برای همین باید در مسجد اعتکاف بنشینند که در آنجا نماز جماعت می شود، نماز جماعت خوانده می شود، نماز 5 وقته یعنی. زیرا اگر در مسجدی که جماعت نیست اعتکاف کند برایش لازم میگردد که از برای هر یک نماز این مسجد رو ترک نماید، چون نماز جماعت واجب است.
هر وقت از مسجد برآید و رود به دیگر مسجد. پس این بر مقصد اساسی اعتکاف نشستن مخالفتی می‌نماید. بارک الله فیکم. اما برای زنان باشد اعتکاف می‌فرماید برای در هر مسجد درست است، خواه جماعت باشد خواه نباشد. برای زنها این شرط نیست، به شرطی که اگر سبب فتنه قرار نگیرند بگذار آنها اعتکاف بنشینند. و بهتر است که مسجدی که در آن اعتکاف نشسته می شود نماز جمعه در آن خوانده شود، ولی این شرط نیست، تنها نماز جماعت شرط است، نماز 5 وقته باشد. و پنجم پاک بودن از حدث اکبر، از جنابت و زنها از حیض و نفاس. علما اتفاق نظر کرده هستند که از شخص جنوب، کسی که در جنابت است، کسی که در حالت حیض و نفاس قرار دارد، از آنها درست نمیگردد، چون برای آنها در مسجد نشستن اصلا جایز نیست. و روزه برای اعتکاف شرط نیست، کسی که با سبب‌های روزه رو گرفته نمیتواند اعتکاف بنشیند برای جایز و روا است و پذیرفته می شود. چنانکه از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که عمر گفت: ای رسول الله، من در زمان جاهلیت نظر کردم که یک شب در مسجد الحرام اعتکاف میکنم، اعتکاف بنشینم. پیامبر در این سخن پاسخ داده فرمودند که اوفی بنذرک، نظرت را وفا کن. روایت بخاری تحت رقم 2032 و مسلم تحت رقم 1656. اگر روزه داشتن شرط می بود پس اعتکاف شب درست نمیشد، چون شب اصلا روزه نیست، شب کسی روزه نمیگیرد، به خاطر آنه که این دو عبادت از همدیگر جدا هستند، اعتکاف و روزه، و برای یکدیگر شرط نیست. این بارک الله فیکم. مسئله سوم، زمان الاعتکاف و مستحباته و ما یباح للمعتکف. زمان اعتکاف، عملهای مستحب در اعتکاف و چیزهایی که جایز است برای اعتکاف نشیننده باید آنها را لازمت بگیرد. اولا زمان و وقت اعتکاف. در مسجد نشستن به مقداری معین وقت رکن اعتکاف است، یعنی یک مقدار نشستن در مسجد این رکن اساسی اعتکاف است. اگر نشستن در مسجد صورت نگیرد، یعنی در مسجد ننشیند، اعتکاف او درست نمیشود. به خاطر چیز؟ به خاطر اینکه ما گفتیم این رکن اساسی اعتکاف است، نشستن در مسجد. اما درباره کمترین مقدار اعتکاف بین علمای اسلام اختلاف است که چند قدر باشد و درستترین این قولها برای اعتکاف نشیننده حد اقل وجود ندارد. یعنی هر قدری که شخص در مسجد با نیت اعتکاف بماند اعتکافش درست میگردد، یعنی گویا اینکه اعتکاف نشسته است، حتی اگر آن وقتی که در مسجد می کم هم باشد. اما اسباب بهترین نیکوترین است که علما فرمایند که اعتکاف یک روز و یک شبانه روز باشد، از این کمتر نباشد، زیرا از پیامبر صلی الله علیه و سلم و یا صحابه روایت نشده است که کمتر از یک شبانه روز اعتکاف نشسته باشند. پس بهترین وقت اعتکاف 10 روز آخری از ماه رمضان است، چنانکه عایشه رضی الله عنها میگوید ان نبی صلی الله علیه و سلم، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یعتکف 10 الاواخر، اینکه پیامبر دهه آخر را اعتکاف می نشستند، من رمضان حتی توفاه الله، از ماه رمضان را حتی اینکه الله جان او را قبض کرد. روایت بخاری تحت رقم 2020 و مسلم تحت رقم 1172. پس اگر هر کسی که در غیر این وقت اعتکاف بنشیند جایز است برایش، ولی بهتر و اولاتر این دهه آخری از ماه رمضان است. پس هر کسی که با نیت اعتکاف یا که نیت اعتکاف میکند که 10 روز آخری از ماه رمضان را اعتکاف بنشیند، برایش لازم است که صبحی، یعنی که بعد نماز صبحی روز 21 ماه رمضان نماز بامداد را در مسجدی که باید در آنجا اعتکاف بنشیند بخواند. روز 21 یعنی که صبح را نماز بامداد در آن مسجدی که تو اعتکاف می‌نشینی باید در آنجا بخونی و اعتکافش با غروب آفتاب، با نشستن آفتاب روز آخری از رمضان با پایان می‌یابد. با نشستن آفتاب نماز شام را خواند و میتواند که به خانه خود باز بگردد. دوم، عملهای مستحب در نشستن اعتکاف. چون که بیان کردم اعتکاف یک عبادت است که بنده به واسطه آن با پروردگارش تنها میماند، با او نزدیک میشود و از هر چیز جدا میگردد از دنیا. از این رو برای اعتکاف کننده مستحب است که خود را برای عبادت الله سبحانه و تعالی خالی کند، نماز را بر کثرت بخواند، ذکر و دعاها را بیشتر نماید، با تلاوت قرآن مشغول بگردد و توبه و استغفار هم بنماید و همچنین دیگر عملهای نیکی که توانی آن را دارد آنها را انجام بدهد. آن عملهایی که او را به الله نزدیک میکنند انجام بدهد و عملهایی که
سبب باطل شدن اعتکاف او میگردد یا که کم شدن اجر او میگردد از آن دوری بجوید. و چیزهایی که برای اعتکاف کننده جایز است، برای اعتکاف کننده جایز است که برای کارهای ضروری از مسجد ببراید، به مانند برآمدن برای خوردن و نوشیدن. اگر کسی ندارد برایش بیارد این طعام را، در این حالت برای جایز میگردد. برآمدن برای قضای حاجت، چی حاجت خورد و چی حاجت کلام باشد، برآمدن برای طهارت و غسل جنابت برای انسان جایز میگردد که از اعتکافش براید، از مسجد براید. و همچنین برای اعتکاف کننده، اعتکاف نشیننده جایز است که با مردم در کارهای مفید صحبت کند، آن کارهایی که برایشون فایده و نفع میباشد با آنها صحبت کند، از احوال آنها پرسیدن همچنین. اما صحبت در کارهای بیهوده و بی معنی و بی فایده باشد بدون ضرورت جایز و روا نیست، چون مقصد اساسی اعتکاف را مخالفتی میکند و مکروه شمرده میشود این. و همچنین برای اعتکاف نشیننده یا که اعتکاف کننده جایز است که بعضی از اهل عائله و دوستانش که با او به دیدار او میآیند و با او مدت صحبت کنند جایز است و اون میتواند برای گسل کردن آنها از مسجد براید. و دلیل آن حدیث صفیه رضی الله عنها است، روایت میکند که كان الرسول صلى الله عليه وسلم إنك پیامبر صلی الله علیه وسلم معتکفا فاتیت لیلا، معتکف اعتکاف نشست، من شب به نزد وی رفتم، فحدثته، با وی سخن گفتم با پیامبر، ثم قمت، پس برخاستم و برگشتم، فانقلبت، برگشتم، فقام معي، با همراه من برخاست تا که مرا گسل نماید. روایت بخاری تحت رقم 2035 و مسلم تحت رقم 2175. پس اعتکاف کننده میتواند در مسجد بخورد، بنوشد، بخوابد، اما با شرطی که تازگی مسجد رو رعایت نمایند، تازگی مسجد رو نگاه دارن و آن را از هر گونه افلاسی نگاه بدارن. خواب رفتن برای جایز است، خوردن جایز است و غیره. المسئله الرابعه، مسئله چهارم، مبطلات الاعتکاف، چیزهایی که اعتکاف را باطل میکنند، که باطل میسازد. پس بدونید که اعتکاف با کارهای زیرین، نیک کارهایی که ذکر می‌نمایم باطل میشود. اولا برآمدن از مسجد بدون ضرورت، قصدن، حتی اگر همون وقتی که میبرد کم هم باشد، اعتکاف انسان باطل میگردد در این حالت. چنانکه عایشه رضی الله عنها میگوید و کان لا يدخل البيت الا لحاجه، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در هنگامی که در اعتکاف بودند داخل خانه اش نمیشدند، اگرچه که در یک دیوال بود داخل خانه نمیشدند مگر با ضرورت، در ضرورت. روایت بخاری تحت رقم 2029. زیرا برآمدن از مسجد باعث از دست رفتن نشستن در مسجد می شود و نشستن در مسجد این رکن از رکنهای اعتکاف بود که این را مخالفت می نماید. دوم جماع کردن، هم خوابگی، هم بستری، حتی اگر شب باشد، حتی اگر بیرون از مسجد صورت بگیرد. الله میفرماید که ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، با زنان آمیزش یا که هم بستری نکنید در حالی که شما در مسجدها اعتکاف مینمایید. سوره بقره آیه 187. و همچنین در حکم جماع هم خوابگی داخل می شود معنی خود را، آب خود را اختیاراً براری با شهوت، مثل استمناء، خود را با دست خود آرام کنی، یا که لمس، قپیدن، لمس کردن و بوسه کردن که باعث برآمدن منی از انسان میگردد. اینها هم سبب باطل شدن اعتکاف بنده میگردند. یا اینکه از دست رفتن عقل، اعتکاف انسان با دیوانه شدن یا مست شدن باطل میشود، چون شخص دیوانه یا که شخص مست از جمله اهل عبادت حسابیده نمیشود و عبادت آنها پذیرفته نمیشود. و همچنین حیض و نفاس، اعتکاف نشیننده با پیدا شدن حیض و نفاس اعتکافش باطل می شود، زیرا شخصی که در حالت حیض و نفاس قرار دارد برای آنها جایز نیست که در مسجد بنشینند اصلا. و پنجم ریده، از دین برآمدن، مرتد شدن، چون ریده مرتد شدن عبادت بنده را باطل می‌سازد. الله می‌فرماید که لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک بیاری ما البته که عملهای تو را حبطه و نابود می‌سازیم. سوره زمر آیه 65. این است مسئله اعتکاف. و در آخر در اینجا مسئله روزه کاملا و با همراهی اضافه ها اعتکاف دیگر مسائلی که گفتیم به اتمام میرسد. دعا میکنیم، دستی بر دعا میبرداریم که پروردگار دین ما را که اساس کارهای ماست اصلاح نما، دنیای ما را که زندگی ما در آن است اصلاح نما، آخرت ما را که بازگشت ما به سوی آن است اصلاح نما. پروردگار را زندگی را برای ما خیر و نیکو بگردان و مرگ را برای ما رهایی از همه بدیها قرار بده. پروردگار را دلهای ما را، قلبهای ما را، گوش
چشم ما را با نور توحید راهنمایی کن. ما را از تاریکی های ظلم و ستم و از ذلت خاری به سوی روشنایی راهنمایی کن، به سوی توحید و سنت و دوری از بدعت و شرک و کفر و ضلالت ها. پروردگار، همسران و فرزندان و نزدیکان و کسانی که میشناسیم آنها را به راه راست راهنمایی کن. پروردگار، بر ما توفیق را عطا فرما که در این دنیا نیکومن باشیم و نیکوکار باشیم و پدران و مادران ما را شامل رحمت خود قرار بده و تمام مسلمانان را. پروردگار، تمام آفت و بلاها را از بالای مسلمان ها خواستن مردم فلسطین بالا بکن و ایمان آنها را قوی بگردان و در امتحانی که آنها قرار دارند پروردگار را با سربلندی این سنجش را آنها بگذارند و از آنها راضی بگرد. شهدای آنها را بپذیر. پروردگار را به درستی که ما با خود ظلم کردیم، ستم کردیم، ما را ببخش. پروردگار، اگر ما را نبخشی و درستی که ما از جمله زیانکاران قرار میگیریم. پروردگار، تو پاک و منزه هستی از هر عیب و نقصانه و گواهی میدهیم که معبودی بر حق جز تو نیست. تو را میپرستیم و بس و واسه تو توبه میکنیم. یا الله، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.